من تصور میکنم که شما حالا در سر دسترخوان نشستید، اما عزیزان شما، فرزندان شما مثل پرنده های مهاجر پرواز کردند به کشورهای دیگر، به زاویه های دیگر، به منطقه های دیگر، به سرزمین های دیگر، به امید پیدا کردن یک بریده نان. اما این حکومت هیچگاه در غم شما نیست، زیرا اشکم آنها سیر است، زیرا آنها پروای شما ندارند، زیرا آنها در قصرها زندگی میکنند، در کوشکها زندگی میکنند، همیشه آب گرم و خنک دارند. آنها عادت کردند که مردم را همیشه در یک کمبغلی، در فقر، در ناداری نگه دارند.